توی این ویدیو میخوام چند تا کتاب خفن رو بهتون معرفی کنم که به مسیر نوکارآفرینی خیلی کمک میکنه. خانواده نوکارآفرین سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه‌ها خیلی‌ها توی دایرکت از من سوال کردن که چند تا کتاب خوب رو بهم معرفی کن. خب من توی هایلایت معرفی کتابا چند تا کتاب معرفی کردم. توی این پستم میخوام 4 تا کتاب فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم. یه مقدارم از هر کدومشون رو براتون بخونم. کتاب اول کتاب حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشره که روایتگر زندگی یه جوونیه که توی یه شرکتی کار میکنه و کارمنده و از درآمدش راضی نیست و حالا بر حسب اتفاقاتی با یه پیرمردی آشنا میشه که پیرمرد ثروتمندیه و اون پیرمرد در طی یک سری داستانها و یک سری ارزم به خدمت شما مشاوره ها میاد بهش کمک میکنه که اون جوون به خواستش برسه. این کتاب خیلی خوبیه. من ببینم اگر بتونم یه تیکه از متن جالب این کتاب رو پیدا کنم براتون مطالعه کنم. خب همین الانم اتفاق جالبی افتاد. خیلی از مردم میترسن چیزی را بخواهند. اگر هم بخواهند به اندازه کافی اصرار نمیکنند. این کار اشتباه است. این یه جمله بود که الان دیدم تو این کتاب بعدی کتاب 10 قدرت ذهنه. این کتاب هم شما رو با 10 تا از قدرت‌های ذهن آشنا میکنه و کتاب بسیار مفیدیه. من خودم این کتاب شاید بالای 4-5 ماه تا حالا خونده باشمش. یه جمله هم اگه البته فهرست این کتابی که بررسی میکنیم کامل میاد شرح میده که مثلا قانون شماره 1 قانون علت و معلوله، قانون شماره 2 قانون اختیار، قانون تمرکز، قانون افکار پشتیبان، قانون فردی سازی، قانون آفرینش، قانون احساس، قانون جانشینی، قانون معادلهای ذهنی و قانون تجلیه. 12 تا قانون یا قدرت ذهن رو میاد بررسی میکنه و شما خیلی راحت میتونید با کارکرد ذهن آشنا بشید. کتاب بعدی کتاب 101 راه موفقیت در تجارت ترامپ که تو این کتاب ترامپ میاد و تجربه خودش رو توی بیزینس به اشتراک میذاره. خیلی درسای باحالی داره این کتاب. در مورد مذاکره صحبت میکنه، در مورد فروش صحبت میکنه، در مورد استخدام و اخراج حتی صحبت میکنه و یه بخشی داره با مقیاس ترامپ فکر کنید، بزرگتر بهتر است. اینو الان من دیدم خیلی جالب بود و در مورد موضوعات بیزینسی مختلفی صحبت میکنه. من چند تا از سرفصلاشو فقط بخونم براتون ببینید چقدر جالبه. سخنانتان را مناسب شنوندگانتان انتخاب کنید. مخاطب خود را بشناسید. خود را با زیبایی احاطه کنید. هر جنبه از زندگی خود را بهبود ببخشید. فوراً فکر کنید. این سریع‌ترین راه موفقیت. وقتی اراده باشد پیروز میشوید. مثبت فکر کنید. به جمع جستجوگران بپیوندید. رازهای زندگی را یاد بگیرید. اعتماد به نفس مثل آهن‌رباست. انسان‌ها را به سمت خود جذب می‌کنه. این کتاب خیلی کتاب جالبیه. من اومدم سرفصلاش رو براتون خوندم. و کتاب آخر کتاب عالیه، کاش در 20 سالگی میدانستم، خانم تینا سیلیک است که توی این کتاب میاد خانم سیلیک یکی از استادان دانشگاه آمریکا هستش، میاد بررسی میکنه و میگه که توی سن 20 سالگی افراد چه کارهایی باید بکنن. این کتاب رویکرد کارآفرینی داره، کاملا با رویکرد کارآفرینی میاد بررسی میکنه که افراد توی سن 20 سالگی چه کارهایی رو باید انجام بدن، چه درسهایی رو باید یاد بگیرن و بهتون مطالعه این کتاب خیلی کمک میکنه. ممنون که توی این ویدیو همراه من بودین. حتما کتابایی که میخونم از این به بعد رو سعی میکنم در قالب پست یا استوری منتشر بکنم و شما هم ازش استفاده کنید. مرسی که توی این ویدیو همراه من بودین.